دوستان عزیز، مهندس فرمتی هستم از شهرستان صحنه. امروز می‌خوایم از طریق آزمایش حرارت دادن تشخیص بدیم کدام دیامونیوم اصلیه و کدام دیامونیوم یا همون کود رازی تقلبی هستش. دوستان این سه نمونه رو که مشاهده می‌کنین سه نمونه مال پتروشیمی رازی هستش که با ترکیب رنگ‌های متفاوته. مخصوصا این رنگ که از تاریخ مهر ماه 1404 ترکیبی از این دو تا رنگه و این هم رازی تقلبی. حالا ما مثلا این واسه کنیم تشخیص بدیم که اسم مختلف تقلبی. تشخیص بدیم کدام اصلی و کدام تقلبی اصلی حرارت دادن. اصلی تقلبی مقایسه کنیم با حرارت دادن. تشخیص بدیم که کدام اصلی و کدام تقلبی. دوستان کود اصلی که همین هستش حالت پف کردن و جوشیدن به خودش میگیره و کود تقلبی حالتی هستش که فقط دود میکنه. ببینید ما دیگه مجبور شدیم بخاطر اینکه فیلم خیلی طولانی نشه اینا رو با هم ادغام کردیم. ببینید حالت پف کردن حالت جوشیدن که اصلی. کود اصلی همین شیوه است. باید جوش بیاد. کود تقلبی هم که فقط حالت سفید رنگ میشه و بوی گوگل نمیده، بوی تنگ نمیده. ببینید اصلی